ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон уфуқҳои истиқлол оғоз менамоем. гуфтори 19. ровӣ ализода абдурашид хоҷампур. боби 4. ваҳдати миллӣ ва суботи иҷтимоӣ дар меҳвари сиёсати дохилии давлат. 8. таъмини амнияти миллӣ мақсади асосии давлат ва миллат. در سیستم یگانه تأمین امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی یکی از مقام‌های اساسی را اشغال می‌کند. در دوران استقلالیت دولتی برای تشکیل کردن فعالیت ارگان‌های کمیته دولتی امنیت ملی، تدبیرهای حقوقی و تهیه استراتژی یگانه تأمین امنیت ملی براه مانده شده شرایط مساعد به خاطر تأمین این استراتژی مهیا گردید. سازمان دادن مقامات متشکل مبارزه به مقابل تروریسم، حمایه اقتصادیات مملکت از کوشش‌های تخریبی خدمات مخصوص کشورهای خارجی مهمترین اساسهای دولتداری معاصر بوده به خاطر تأمین امنیت شخص، جامعه و دولت روانه شدند. کارمندان مقامات امنیت ملی با عنعنه‌های کسبی افاده‌گر صفت‌های بلند وطندوستی و خویشتن‌شناسی و سوگند حربی خود صادق مانده نسبت به حادثه های در کشورمان روی داده بی‌طرف نماندند. افسران صادق امنیت برای به اعتدال آوردن وضعیت جمعیتی و سیاسی مملکت، حمایه و برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی جسارت و مردانگی نشان دادند، ولی متاسفانه در جریان حادثه های فاجعه بار سالهای 90 عصر گذشته بیش از 120 کارمند مقامات امنیت ملی جان خود را نثار کرده، 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. با نظر داشتی وضع مرکب جمعیتی و سیاسی جمهوری، تهدیدهای بیرونی و داخلی به تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان، ما در نزد کارمندان مقامات امنیت ملی وظیفه‌های مشخص گذاشته تاکید نمودیم که کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را ضرور است هرچه زودتر وضعیت جمعیتی و سیاسی را به اعتدال آورده آرامی و آسودگی شهروندان را همه طرفه تأمین نماید. با تشبث و دستور ما کارمندان مقامات امنیت ملی مسئله آغاز مذاکرات را با قشر سالم فکری نیروهای مخالفین در خارج مملکت مطرح نمودند. در برابر ادامه روند مذاکرات با مخالفین به محلهای بود و باش فراریان در افغانستان، گروه‌های کاری تحت راهبری کارمندان ورزیده مقامات امنیت و نمایندگان وزارت کارهای خارجی کشور تأسیس و فرستاده شدند. با مقصد تکان بخشیدن بر روند گفت و شنیدها، اینچنین تأمین حقوقهای شهروندان تاجیکستان در شهر طالقان افغانستان، کنسولگری جمهوری تاجیکستان به فعالیت پرداخت. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان فعالیت خیش را در دایره قانونگذاری کشور با رعایت طلبات کنستیتوسیه،
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت اپراتیوی جستجویی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد تروریسم، فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی براه ماندند. سالهای من بعد کارمندان مقامات امنیت ملی صدها نفر تخریبکاری خدمات مخصوص کشورهای خارجی، اعضای سازمانهای اکستریمیستی تروریستی القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر، جمعیت تبلیغ، انصار الله، سلفیه و در سالهای آخر دولت اسلامی و غیره را آشکار و دستگیر نمودند. از دسته های جنایت پیشه بیش از 20,000 عدد سلاح و مهمات جنگی، هزاران کیلوگرم مواد ترکنده و مواد مخدر مصادره گردیدند. از خودکنی غیر قانونی مبلغ‌های کلان پولی و جنایت‌های اقتصادی آشکار و پیشگیری کرده شد. هیئت شخصی کمیته دولتی امنیت ملی در برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، تحکیم صلح و وحدت ملی در تاجیکستان قهرمانی و شجاعت نشان دادند. آنها در عملیات جنگی و مقابل اعضایان تشکیلات‌های اکستریمیستی و تروریستی، گروه‌های متشکل جنایتی، قاچاقچیان مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و دیگر خطرهای زمان معاصر فعالانه شرکت می‌ورزند. متاسفانه در جریان برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی و عملیات جنگی 57 نفر کارمند واحد تعیینات مخصوصی الفا جان دادند. در دوران استقلالیت دولتی ما مسئله تأمینات و حفظ اجتماعی کارمندان امنیت را در مد اول قرار دادیم. در این مرحله سطح نیک و احواری هیئت شخصی مقامات امنیت ملی به مراتب بالا رفت. برای خدمتچیان حربی مقامات امنیت ملی و عائله های سابق کارمندان که هنگام اجرای وظیفه های خدمتی به هلاکت رسیدند 307 منزل استقامتی خدمتی جدا گردید. به 421 نفر قطعه های زمین برای بنیاد منزل استقامتی داده شد. به 750 نفر کارمند هلاک شده کمیته دولتی امنیت ملی یاری مادی رسانیده شد. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 469 نفر کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده شدند. با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و آبادانی در حدود کمیته و ساختارهای منطقه‌ای آن وسعت تازه یافته، یک قطار انشاءات مورد استفاده قرار گرفتند. در این دوره ساختمان بناهای مأموری شعبه‌های کمیته امنیت ملی در ناحیه‌های شهر نو، واسع، درواز، ورزاب، مومن آباد، شمس الدین شاهین، تیمورملیک، فرخار و ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ناحیه‌های وادی رشت به انجام رسانیده شده. همچنین تجدید و تعمیر بناهای مأموری دستگاه مرکزی راه اندازی گردید. قشون‌های سرحدی یک جزء مهم قوه‌های مسلح هر یک دولت به شمار می روند. تأسیس و تشکل
قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تاریخی به خود خاص دارد. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نوعی مخصوصی قشون‌هایند که برای حمایت و محافظت سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان تمامیت ارضی، صاحب اختیاری و امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین شده اند. امنیت و آرامی هر خلق و دولت از سطح محافظت مرز و بومش وابسته می باشد. با این مقصد حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای نخستین فعالیتش تدبیرهای زیادی را عملی گردانیده است. این مسئله در اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان مورد بررسی جدی قرار گرفته بود. نخستین سندی که برای تأسیس ساختار مرزبانی جمهوری تاجیکستان انتشار گردید، قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 18 دکبر سال 1992 به حساب می رود. در نزد کمیته دولتی امنیت ملی بریگاد مخصوص مرزبانی تشکیل یافت. بعداً با قرار ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 28 دکبر سال 1992 در هیئت کمیته مذکور ریاست حفظ سرحد دولتی تشکیل یافت. تأسیس قشون‌های سرحدی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکستان نه تنها رویدادی مهم و تقدیرساز است در بقا و پایداری دولت و دولتداری ملی، حفظ امنیت جامعه و حمایت مرز و بوم کشور، بلکه نشانه روشن استقلال سیاسی دولت تاجیکان به حساب می رود. برای حمایت سرحد دولتی، محافظت تمامیت ارضی، صاحب اختیاری و امنیت جمهوری تاجیکستان سال 1994 قشون‌های سرحدی تشکیل کرده شدند. هدف از تأسیس دادن قشون‌های سرحدی در آن بود که هر یک دولت صاحب استقلال باید مرز و بوم و قلمرو خود را حفظ نماید. بعدی به تصویب رسیدن قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و درباره قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان، وظیفه‌های این نهاد و دیگر ساختار و مقامات داخلدار جهت حفظ سرحد دولتی مشخص گردیدند. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یکی از قشون‌هایی اند که در همه فصل‌های سال در بلندی زیاده از 4600 متر از سطح بحر تا 60 درجه خنکی منطقه ناحیه مرغاب و اشکاشیم و تا 50-55 درجه گرمی جنوب تاجیکستان منطقه ناحیه های پنج و شهر توس محافظت شبانه روزی سرحد دولتی را ناوابسته از شرایط اقلیم به راه مانده است. خدمت در صف قشون‌های سرحدی نیازمند مسئولیتی بلند و در عین حال پر افتخار بوده. این ساختاری با نفوذ نظامی در حفظ و مدافعه مرز و بوم کشور، تامین امنیت سرحد دولتی، مبارزه بر ضد همه گونه قانون شکنی در قلمرو جمهوری همچون سپری شکست ناپذیر و استوار است. ساختمان
نظام یک لخت قوشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، حفظ و نگهبانی سرحد دولتی مطابق برنامه دولتی آید بر رشد قوشن‌های سرحدی و نقشه دایر به تطبیق استراتژی ملی اداره سرحدی جمهوری تاجیکستان تطبیق گردید که آنها به تکمیل انفراساختار سرحدی و اقتدار کادری مطابق گردانی زمینه معیاری حقوقی طبق استانداردهای بین المللی مساعدت می نمایند. در قوشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کارهای زیادی را به انجام رسانیده ایستادند. معلوم است که حفظ با اعتماد سرحد دولتی در نوبت اول بی واسطه از تأمین سربازان با خوراکواری، سرور لباس، فراهم آوردن شرایط مساعد خدمت حربی وابسته می باشد. این یکی از مسئله های مهمی است که در مد نظر ما قرار دارد. در 15 سال اخیر انفراساختار سرحدی در تمام سرحد دولتی تغییرات جدی را از سر گذرانیده است که در مجهزگردانی آن با صدها تجهیزات مهندسی و تکنیکی، تجدید و تشکیل اتریت‌ها، دیدبانگاه‌های سرحدی، نقطه‌های نظارتی گذرگاهی افاده یافتند. با نظرداشت آماده نمودن کادرها برای قوشن‌های سرحدی، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 11 ایون سال 2001 آموزشگاه عالی سرحدی را تأسیس دادیم. بعداً این آموزشگاه را به دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تبدیل دادیم. در دوام این سالها زیاده از 600 نفر افسری جوان دانشکده نام برده را ختم کرده در منطقه های گوناگون سرحدی خدمت می نمایند. در زمینه دانشکده عالی سرحدی کورس های تکمیل اختصاص و آموزش زبان های خارجی تشکیل کرده شدند. عین زمان زیاده از 260 نفر جوانان در خارج و بیش از 500 نفر در داخل مملکت همچون افسری آینده قوشن‌های سرحدی تحصیل کرده ایستادند. اینچنین از حساب ختم کردگان اکادمیاهای سرحدی فدراسیون روسیه، اکادمی سرحدبانان جمهوری قزاقستان و دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کادرهای بلند اختصاص در بلند برداشتن صفت خدمت شبانه روزی سرحدی در همه جزء و تامها در منطقه های گوناگون خط سرحد خدمت صادقانه می نمایند. این برای باز هم مستحکم گردیدن سرحد دولتی مساعدت می کند. قوشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان موجودیت خود را تکمیل و تقویت داده ایستاده است. متخصصان محلی با دانش و ملکه خود هیئت فرماندهی قسم‌های نظامی را پرره گرداندند. قوشن‌های سرحدی با تکنیک و لوازمات جنگی تأمین گشته به نهاد مکمل و قوی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است. برای آماده کردن متخصصان خرد ساحه سرحدی دولتی ضرورت تأسیس مرکزهای
تعلیمی به میان آمد. در هیئت قوشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، مرکزهای تعلیمی پایتخت در شهر دوشنبه، لنگر در ولایت سوخت، حلقه یار در ولایت ختلان و خاروخ در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان تأسیس داده شدند که وظیفه اساسی آنها آماده کردن متخصصان ساحه خدمت سرحدی می باشد. در این مرکزهای تعلیمی در مدتی از 3 تا 6 ماه نظارتچیان خردی نقطه نظارت سرحدی، سترشینه ها، تکنیک های کلان، مدیر انبارهای یراق و اسلحه، انبار خوراکواری و پوشاک، انبار سوزشواری و روغنهای ماریدنی، متخصصان گروه های تعیینات مخصوص، سرجنت ها، سرداران دسته، تیرانداز ها، میرگن ها، متخصصی نارنجک انداز، دسته ماشین زره پوش، آشپزها، علاقچیان، راننده ها و کینالاک ها، سگداران آماده کرده شده برای ادامه خدمت حربی به دیدبانگاه های سرحدی، یعنی بعد از اختصاص گرفتن به محافظت سرحدی دولتی سفربر کرده می شوند. در مرکزهای تعلیمی پایتخت و خاروخ قسمهای کینالاگی و سگهای خدمتی عمل می نمایند که در پیشبرد نظام سرحدی نقش مهمی را اجرا می کنند. سگهای خدمتی نیز از روی برنامه و اصولهای خاص آماده گردیده برای معین و بازداشت نمودن ویران کنندگان سرحدی دولتی، پیشگیری پهنشوی مواد نشأه آور و دیگر تمایل بیگانه استفاده برده می شوند. امروزها سرحدبانان تاجیک فعالیت خود را بهر آرامی و آسودگی و حفظ مرز و بوم کشور از تروریستان و افراطگرایان، قاچاقبران و ویران کنندگان سرحد دولتی که می خواهند وضع کشوری ما را ناآرام سازند روانه کرده وظیفه های خود را با شجاعتمندی و سربلندی اجرا کرده ایستادند. در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مرزبانان تاجیک علامتگذاری سرحد جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین گذرانیده شده، سرحدهای تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری‌های قرقیزستان و ازبکستان مستحکم کرده شدند. با نظر داشت خصوصیت‌های ریلیف محلی، قسم زیادی سرحدی دولتی تاجیکستان و افغانستان با سیستم آگاه کنی مجهز گردانده شد. حالا در حدود جمهوری 34 نقطه نظارتی گذرگاه سرحدی موجود است که 24 تای آن مقام بین المللی دارد. از لحظه تشکیل شوی قوشن‌های سرحدی زیاده از 200 انشاءات نوی سرحدی ساخته به استفاده داده شده با تجهیزات پیشقدم نظارتی مجهز گردیده کارها آید به تطبیق تکنولوژی اطلاعاتی نو با سرعت بلند اجرا کرده می شوند. معلوم است که بالا رفتن شدت وضعیت سیاسی جهان و تیز و تند گردیدن افزای منطقه با تروریسم جهانی، گردش غیر قانونی مواد مخدر، حادثه های سرحد شکنی از جانب شخصان گوناگون و گروه های افراطگرا در بین دیگر دولت ها نیز دیده می شود. این حالت ها مسئولیت و خدمت سرحدبانان را دوچند مرکب ساخته، بغیر از حمایه خط سرحد آنها با دیگر عنصرهای گوناگون جنایتکاری مبارزه می‌برند. سرحدبانان با دیگر ساختارهای قدرتی کشور
همکاری گسترده به راه مانده پیوسته کوشش می کنند که پیش راهی قانون شکنها را گیرند. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز تا روز تشکل یافته افسران و سربازان در تمام خط سرحدی دولتی خدمت مادر وطن را سربلندانه با دست و دلی پاک ادا کرده ایستادند. ما خدمت در صف قشون‌های سرحدی را شرفی بزرگ برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی می دانیم. این وظیفه مقدس را مرزبانان تاجیک سربلندانه به جای آورده ایستادند. با نظر داشتی وضع ناآرامی جهان و منطقه، ما بار دیگر ضرورت حفظ امنیت ملی، صلح و ثبات و تأمین ولایت قانون را تأکید نموده در این سمت حل چنین مسئله ها را مهم می دانیم. تروریسم و اکستریمیسم به خطر گلوبالی تبدیل یافته جهان معاصر را به تشویش آورده است. افزایش جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته به وسعت یافتن تروریسم بین المللی، فعال شوی عنصرهای تندرو و افراطگرا، جلب جوانان به صف سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی و اشتراک آنها در نزاع‌های مسلحانه دولت‌های خارجی مساعدت می‌نماید. ما باید کوشش به خرج دهیم که پیش راه شامل گردانی جوانان کشورمان به چنین حزب و حرکت‌های تندرو و تروریستی گرفته شود. مشکل دیگری که رشد با ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را خللدار نموده باعث نگرانی شهروندان شده است، صادر گردیدن کردارهای کروپسیانی می باشد. متاسفانه هنوز هم حالتهایی از طرف بعضی کارمندان مقامات دولتی و تشکیلات و مؤسسه ها صادر گردیدن جنایت‌های کروپسیانی جای دارند. مبارزه به مقابل کروپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشد. تنها در همین صورت ما کروپسیا و فساد را در کشورمان از بین برده می توانیم. معاملات غیر قانونی مواد مخدر عامل دیگری نگران کننده بوده یکی از منبع‌های اساسی مبلغ گذاری تروریسم بین المللی به شمار می رود. از این رو به مقابل این وبای عصر مبارزه دست جمعی را پرزور می باید کرد. تأمین ولایت قانون، ترتیبات حقوقی، حفظ ثبات و آرامی جامعه، حمایه حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، منفعت‌های دولت و جامعه، وظیفه اساسی و جانی مقامات حفظ حقوق کشورمان به شمار رفته این را نباید از خاطر برآورد. با نظر داشتی وضع ناآرام جهان و منطقه ضرور می شماریم که مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی کشورمان فعالیت خود را در سمت امنیت ملی، مبارزه بر ضد جنایتکاری، خصوصاً جنایت‌های متشکل و فراملی، تأمین ترتیبات حقوقی، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت، تقویت بخشیده هر یک کارمند ساختار و مقامات قدرتی وظیفه‌های خدمتیش را با مسئولیت بلند و صادقانه اجرا نماید. شما گفتار 19 را
از روی اثر افقهای استقلال پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.